بریم جلوتر. خب دوستان، این رو الان من میرم یه شکل دیگه باز میکنم براتون میفرستم که بهتر اونجا نمایش داده شده. فقط این رو میخوام بگم که الان من که میگفتم ژنراتور به صورت سه سیمه ایجاد میکنه، سه فاز ایجاد میکنه، اینها فازهای ژنراتور هست. سه تا ولتاژ ایجاد میکنه به این شکل که مثل اینه که سیمپیچیه دیگه. سه تا سیمپیچیه، دو سر داره هر یک از سیمپیچی ها. یک سرشون به هم دیگه متصل میشه و سر دیگرشون میاد به شبکه که آب و سه رو ایجاد میکنه. این که میاد به شبکه، حالا تو شبکه ترانسفورمر وجود داره و چه میدونم این وسایل وجود داره، حالا کاری نداری. ترانسفورمر ولتاژ رو افزایش میده در ابتدای شبکه تا در خطوط ما تلفات کاهش پیدا کنه، چون که تلفات با مجذور جریان متناسبه. در انتهای شبکه دوباره از ترانسفورماتور استفاده میکنن که ولتاژ رو کاهش بده تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا اینها رو بعدا هم خدمتتون توضیح میدم. الان فرض کنیم این ورودی متعادلی که ایجاد شده رو بیایم به یک بار متعادل با اتصال ستاره وصل کنیم. به این میگن اتصال ستاره دیگه. سه تا به این شکل امپدانس هست، یه سرشون به هم دیگه وصل شده، یه سر دیگهشون اومده به شبکه وصل شده. به این میگن اتصال ستاره. از آنجایی که بار و ژنراتور ما متعادل هست، این باعث میشه که هم جمع برداری ولتاژ هامون صفر باشه، یعنی در این نقطه ولتاژ ما صفره، در این نقطه ولتاژ ما صفره، درسته؟ و هم جمع جریان های ما صفر باشه. پس اگر سیستم ما متعادل باشه، از این سیم چهارمی که هم میتونه به صورت فرضی باشه، هم میتونه به صورت واقعی باشه. اگر واقعی باشه سیستم 4 سیمه هست. اگر این سیم 0 وجود نداشته باشه سیستم 3 سیمه هست. پس اگر سیستم ما متعادل باشه، هیچ جریانی از سیم 0 عبور نمیکنه و ولتاژ دو سرش برابر صفره. یعنی بودن و نبودنش در سیستم متعادل تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. پس در سیستم متعادل 3 سیمه و 4 سیمه بودن فرقی نداره. ولی اگر یکی از شرایط نامتعادلی ایجاد بشه و سیستم نامتعادل بشه، برای مثال این امپدانس یکی از فازهای ما تغییر کنه و با اون یکی امپدانس ها برابر نباشه، این باعث خواهد شد که دیگه جریان هایی که کشیده میشه به صورت متعادل نباشه و از اضافه جریانی که از نامتعادلی ایجاد شده بیاد از سیم 0 بگذره. در اینجا هست که در سیستم نامتعادل هست که سیستم 3 سیمه و 4 سیمه با هم دیگه خیلی خیلی تفاوت دارند و اگر 4 سیمه باشه اضافه جریان از سیم 0 میگذره و ولتاژ ژنراتور خیلی تاثیر نمیپذیره. ولی اگر 3 سیمه باشه جریان ها برمیگرده از فاز هامون و باعث میشه که ولتاژ هامون هم نامتعادل بشه. حالا اینها بحث های تخصصی هستند. فقط در حد اطلاعات عمومی خدمتتون عرض کردم که 3 سیمه و 4 سیمه یعنی چی و چه تفاوتی خواهد کرد. خب دوستان، اگر سوالی وجود داره لطفاً بفرمایید. خب دوستان، جلسه پیش بنده یه اشتباهی کردم، شما هم به من نگفتید و واقعاً بعداً که فکر می‌کردم انتظار داشتم بگید. این کلاً این شکلی که اینجا کشیدم یه اشتباهی وجود داره و این رو باید اصلاح کنیم. من
اشتباه کردم و وقتی بردارها رو میخواستم با هم دیگه تفکیک کنم، مثلا VCN منهای VAN رو VCN به اضافه VAN اون تو شکل نشون دادم. این درسته ها، این عبارت رادیکالس VAN را با فاز سی، ولی اون نشون دادنم اشتباهه و همچنین ناقص هست. الان خدمتتون عرض خواهم کرد که این سیستم چطور هست. خب این رو در نظر داشته باشید، خدمتتون عرض خواهم کرد. یه نکته دیگه هم که میخوام بگم، مفهوم خط و فاز رو یه بار دیگه میخوام خدمتتون عرض کنم، ولی اجازه بدید که در این اسلاید خدمتتون عرض کنم. شما فرض کنید این شبکه سه فاز ما هست، اصلا سه سیمه هم هست، چهار سیمه نیست، متعادل خودشه، متعادل. خب ازش سه تا اینطوری فاز اومد. خب این آ هست، اولی آ هست، دومی بی هست، سومی سی هست. اومده به یک بار ما هم از نوع، فرض کنیم که مثلث ستاره هست. ابتدا بار ما از نوع ستاره هست. این امپدانس خط آ، این امپدانس خط بی و این هم امپدانس فاز سی. خب به این شکل اومده سیستم ما به یک بار سه فاز متعادل ستاره وصل شده. درسته؟ تا اینجا که سوالی نیست. بار ما ستاره هست، این رو در نظر بگیرید. خب سیستم ما هم چی میگن؟ سه فاز هست، سیم نول هم نداره. خب الان من برای هر کدوم از فازهایی که وجود داره، مقادیر رو می نویسم. این ولتاژ فاز، این نقطه هم N هست دیگه، نقطه نول ما هست. درسته؟ نقطه نول فرضی هست. اگر سیم چهارم هم بود فرقی نمیکرد. ما میتونیم در نظر داشته باشیم که سیم چهارم وجود داره، چون سیستم رو متعادل فرض کردیم. این میشه VAN. درسته؟ از اینجا A میاد میرسه به N، VAN میشه. اینجا VA هست، اینجا VB هست، اینجا هم VC هست. VAN میاد میشه اینجا. ولتاژی که روی این بار هست VAN. ولتاژ روی بار دوم ما که این بار هست برابر است با VBN. درسته؟ VB از اینجا میاد به این سمت، N هم که اینجا هست. پس ولتاژ این بار ما میشه VBN. نهایتاً بار سوم ما ولتاژش میشه VCN. تا اینجا که سوالی وجود نداره. خب الان دوستان من با یه رنگ دیگه میخوام نشون بدم، با رنگ آبی. اینهایی که خدمتتون مشخص کردم مقادیر فاز بود. هر یک از فازهای 1 2 و 3 مقادیر فازشون اینها بود: VAM، VBM، VCN. خب مقادیر خط هم اینجا مطرح میشن. مقادیر خط چیه؟ چون سیستم ما سه فازه،
ولتاژ ها نسبت به ولتاژ فازها نسبت به فاز دیگه هم وجود داره. دقت کنید این ولتاژی که من اینجا نشون میدم اسمش هست ولتاژ خط وی آب، یعنی وی آ منهای وی ب، این هم وجود داره و به همین ترتیب این ولتاژ هم وجود داره. ولتاژ وی بی سی، وی بی سی هم وجود داره، درسته؟ و به همین ترتیب وی سی آ هم وجود داره. این ولتاژ رو در نظر بگیرید شما، این نقطه با این نقطه رو در نظر بگیرید، این هم میشه وی سی آ، یعنی وی سی منهای وی آ. پس سه تا ولتاژ فاز معرفی تونستیم بکنیم، سه تا ولتاژ فاز معرفی کردیم و سه تا ولتاژ خط معرفی کردیم. الان تونستید دوستان تفاوت ولتاژ فاز و خط رو متوجه بشید؟ دوستان تفاوت ولتاژ فاز و خط رو متوجه شدید؟ اگر که متوجه شدید عدد 1 رو بنویسید. در غیر این صورت اگر سوالی هست بفرمایید. خب الان ولتاژ فاز و خط رو ما دونستیم که چی هست. خب الان بیایم مطالعاتمون رو انجام بدیم. مبنا رو بذاریم روی ولتاژ فاز. فرض کنیم که ولتاژ فاز ما ولتاژ متعادلی هست و به این شکل خواهد بود، یعنی این باشه. اجازه بدید با رنگ نارنجی بنویسم، رنگ نارنجی همون فازهای ما هستند. این باشه وی آن 120 درجه عقب‌تر، وی بی ان و 120 درجه دیگه عقب‌تر، وی سی ان. درسته؟ اینجا که مشکلی وجود نداره. الان میخوایم ببینیم که وی سی آ مثلا چی میشه. اینجا شما بیا KCL بزن. وی سی آ رو میخوایم به دست بیاریم. وی سی آ برابر است با وی سی ان منهای وی آن. اینجا شما بیا KCL بزن. در این حلقه ای که اینجا دیده میشه، این رو با رنگ خاکستری نشون میده. در این حلقه ای که اینجا دیده میشه شما یه دونه KCL بزن. خواهیم دید که وی سی آ برابر است با وی سی ان منهای وی آن. الان بیایم اینها رو چون بردار هستند روی این شکل‌های پازوری ما هم پیاده سازی کنیم. وی سی ان ما که این برداری هست که اینجا مشاهده می‌کنید. الان بخوایم وی سی ان منهای وی آن به دست بیاریم مثل این هست که می‌خوایم وی سی ان رو جمع کنیم با منفی وی آن. منفی وی آن کجا میاد؟ منفی وی آن میاد به اینجا. خب این میشه منفی وی آن. خب الان این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم. خب و بردار وی سی آی ما به دست میاد. خب این میشه وی سی آی ما. خب البته اگر به این شکل باشه بریم ببینیم که پس این درست نیست. اینی که اینجا نوشته شد اینها رو باید به دقت رسم کنیم. برای اینکه اشتباه نشه من یک PDF رو خدمتتون ارائه خواهم کرد الان
که بقیه درسمون رو از روی PDF خدمتتون توضیح میدم. خب، تا اینجا اگر از سوالی وجود داره لطفا بفرمایید. اجازه بدید این KVL رو کامل اینجا برقرار کنیم. منهای CA به اضافه CN منهای AM مساوی صفر. VC همون برابر است با VCN منهای AM. پس این درست. خب بریم به KVL نوشتم. اینجا هم نوشتم KVL. من در اون مسیری که با فلش نشون دادم یه KVL نوشتم و به این رسیدم. الان فرض کنید که میخوایم در مورد ولتاژ VBC ببینیم که چطور هست. VBC برای اینکه VBC رو به دست بیاریم باید در این حلقه KVL بزنیم. از این نقطه شروع میکنم میرم به مدارم. در این حلقه میخوام KVL بزنم. منفی VBC میاد میرسه به مثبت VBN منهای VCN مساوی صفر. الان VBC برابر است با VBN منهای VCN. CN هست این CN. خب متوجه شدید آیه پرتاش؟ باش. خب اجازه بدید بریم اون PDF رو هم در اختیارتون قرار میدم، به اون نگاه کنید. تا من PDF رو باز کنم دوستان اگر سوالی وجود داره لطفا بفرمایید. خب اینها رو خودتون میتونید مطالعه کنید. حالا توضیح هم میکنم که مطالعه کنید. فقط نکته‌ای که وجود داره میخواستم اینجا توضیح بدم. اینجا نوشته شاید شما مثلا EMF ندونید چیه. EMF منظور همون ولتاژی هست که ژنراتور داره تولید میکنه. اصطلاحاً بهش میگن ولتاژ تولیدی یا القایی تولیدی ژنراتور که با آن EMF هم گفته میشه. خب اینها مهم نیست. مهم اینه که شما این سیستم رو شکل 11 رو بدونید که چه هست. یک سیستم سه‌فاز متعادل هست که شما اینجا مشاهده میکنید. امپدانس بارمون که زد آر هست همشون با هم دیگه برابر سه‌فاز. ولتاژی که القا میشه متعادل هست، دامنه هاشون با هم برابره و با هم 120 درجه اختلاف فاز دارن. این امپدانسی که اینجا مشاهده میشه، ZD که اینجا مشاهده میشه، شما فرض کنید امپدانس مسیر ما هست، یا این در واقع ژنراتور ما خودش از سیمپیچی تشکیل شده. این امپدانس سیمپیچی ها یا رفتانس های سیمپیچی های ژنراتور هست، ولی شما این رو هم روی شبکه فرض کنید، مهم نیست. یعنی ولتاژی که القا میشه مثلا ای آپریم او همون ولتاژ ایجاد شده در فاز آ هست، یا مثلا ای بپریم او ولتاژ ایجاد شده برای فاز بی هست، ای سپریم او ولتاژ ایجاد شده برای فاز سی. خب امپدانسی هم که میبینه ZD و ZR هست که در فاز سی مثلا وجود داره. چون سیستم متعادله این سیم چهارم هم میتونست باشه هم میتونست نباشه، چون IN ذاتا صفر خواهد بود. سیم چهارم در سیستم نامتعادل مفهوم پیدا میکنه.
فرض شده ولتاژ هایی هم که ایجاد میشه به این شکل هستند. مشکلی که وجود نداره. بریم جلوتر ببینیم که چطور هست. این شبکه ما. فازور ولتاژ های ایجادی هم به این شکل است که در اینجا مشاهده میکنید دوستان. این هم فازور ولتاژ های ما هست. این ولتاژ اول هست، ای آپریم آ هست، ای آپریم او هست. ولتاژ دوم که 120 درجه عقب‌تره ای بپریم او هست و ولتاژ سوم که 120 درجه عقب‌تره ای سپریم او هست. اگر KVL بزنیم در اون شبکه‌ای که وجود داره ما میتونیم اینها رو بنویسیم. درسته؟ و همچنین جریان هر کدوم از فازها رو میتونیم به دست بیاریم. چیز خاصی نیستن، خیلی ساده. کیفیت زده، امپدانس وجود داره، اونها رو به هم تقسیم کرده جریان به دست اومد. خب چون فازورها رو هم به هم بس تقسیم کنیم جریان هامون به دست میاد. دقت کنید که در این سیستمی که اینجا میبینید، در این سیستمی که شما اینجا مشاهده میکنید، بار ما به صورت ستاره هست. خب یعنی ولتاژ فاز و ولتاژ خط با هم دیگه متفاوته، ولی همونطور که میبینید جریان خط همون جریان فاز هست. در بار ستاره مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه: جریان خط و جریان فاز با هم برابره، ولی ولتاژ خط و ولتاژ فاز با هم متفاوته. ولی در بار مثلث در ادامه خواهیم دید این بار ولتاژ خط و ولتاژ فاز با هم برابر هستند، ولی جریان خط و جریان فاز متفاوت خواهد بود. این رو هم در ادامه خواهیم دید. خب حالا اینها زیاد مهم نیستن. اینجا یه عملکرد توضیح داده. به جای اینکه ما بنویسیم وی آ مثلا با فاز منفی 120 یه دونه ولتاژ مرجع تولید میکنیم، بعد مثلا می نویسیم وی به ان برابر است با آ2 وی آ. حالا این مهم نیست اصلا، این عملگر که اینجا هست مهم نیست. اگر خواستید مطالعه کنید. یه عملگر برداریه که خودش برابر است با آ برابر است با یک با فاز 120 درجه. به هر برداری ضرب بشه اون رو 120 درجه جلوتر میندازه و اندازش فرقی نمیکنه. آ2 میشه یک با فاز 240، منفی آ میشه یک با فاز منفی 120. درسته؟ خب بریم به ادامه بحثمون. اینجا خیلی مهمه. میخواستم فقط این دوتا شکل رو خدمتتون نشون بدم. این شکلی که زیرش خط کشیدم و اون شکل شبکه‌ای که بود رو هم دوباره خواستم نشون بدم. این دوتا مهم است. تو شبکه ستاره‌ای که شما اونجا دیدید بار ما ستاره بود. گفتیم که جریان‌های خط همون جریان‌های فاز هست. در ستاره جریان‌های خط جریان‌های فاز هست. از روی مدار هم مشخصه دیگه. اگه ببینیم جریان خط همون جریان فازه، ولی ولتاژ خط و ولتاژ فاز با هم دیگه فرق میکنه. ولتاژ فاز ولتاژ بار نسبت به نقطه نل هست، ولی ولتاژ خط ولتاژ بار نسبت به اون دوتا، یعنی ولتاژ رو میایم نسبت به ولتاژ دوتا خط بیان میکنیم. خب بیایم اینجا به این شکل توجه کنیم. دقیقا همون شکلیه که کشیدم، ولی اینجا برای هر سه تا فاز کشیده. این همون ولتاژ فاز آی ما هست، ولتاژ آن که برابر است با اندازه با فاز صفر. مرجع رو این فاز در نظر گرفته. مرجع این چی میگن بردارها رو این فاز در نظر گرفته. دقت کنید همه این بردارها
با سرعت ثابت اومگا در حال چرخش هستند. خب فاز دوم ما همون فاز BN هست که 120 درجه عقب‌تر. 120 درجه عقب‌تر بودن مثل اینه که 240 درجه جلوتره. به همین خاطر ضریب A2 گرفته. ولی مهم نیست، این برابر است با اندازه VAN با فاز منفی 120. این همین، مهم نیست، شما اصلا اون آ رو نبینید. و فاز سوم ما که CAN باشه 240 درجه از VAN عقب‌تره یا 120 درجه جلوتره. این هم برابر است با اندازه VAN. گفتیم اندازه ها با هم برابره، با فاز منفی 240. استاندارد نشون دادن اینطوری. خب این از این نکته. پس فاز ما متعادله و مقادیر فاز ما به این شکله. الان میخوایم مقادیر خط رو به دست بیاریم بر طبق اون بار ستاره. گفتیم جریان های خط که همون جریان های فازه، فقط میخوایم الان ببینیم که ولتاژ های خط ما چطور خواهد بود. اینجا یه بار دیگه من روابط رو می نویسم.